كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون. و بترسید و بپرهیزید از آن روزی که در آن به سوی الله باز خواهید گشت. سپس هر نفسی نتیجه آنچه را که پیش فرستاده است خواهد دید و به تمام و کمال به او داده خواهد شد و به کسی ظلم نمی گردد. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های سفر آخرت. روز قیامت روزی است که طول اون بنا به آیات کلام الله مجید با توجه به اعمال انسانها تا 50,000 سال هم به درازا خواهد انجامید. 50,000 سال حساب و کتاب، 50,000 سال بررسی اعمال و پرونده انسانها در روی زمین از آدم تا خاتم، 50,000 سال اضطراب، نگرانی، پریشانی، غم و غصه، به حدی که انسان از فرزند خود گریزان است، از مادر و پدر، از همسر و دوست و آشنا. مادر با تمام محبت و عاطفه مادری حاضره که فرزند رو فدا بکنه و این امید که از عذاب اون روز نجات پیدا کنه. روز قیامت برای کسانی که به فکر اون روز بودند و یقین کامل داشتند که اون روز رو درک خواهند کرد، به اندازه چشم به هم زدنی تمام خواهد شد. اما کسانی که در روز قیامت قبل از اون به فکر نبودند و اعتقادی به اون نداشتند، سختی خواهند کشید و مصیبت خواهند دید و 50,000 سال غم و اندوه رو تحمل خواهند کرد و چه بسا که راضی بودند که این 50,000 سال ادامه پیدا بکنه در همون شرایط تا وضعیت اونها بدتر نشه و به سراغ جهنم نرند. کفار و مشرکینند. وضعیت کفار و مشرکین و منکرین روز قیامت وضعیت خوبی نخواهد بود. وضعیت اونها در اون روز، یعنی روز حساب، روز محشر، وضعیت سختی است. در این برنامه به همراه شما عزیزان درباره وضعیت کفار و مشرکین، منکرین قیامت در روز حساب، در روز محشر صحبت خواهیم کرد به همراه کارشناس محترم برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تشکر. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و ادب و سلام و احترام دارم. جناب مولانا، در روز قیامت درباره کسانی که اعتقاد نداشتند، درباره کسانی که باور نداشتند به روز قیامت، الله متعال با این عده، با این افراد چگونه معامله خواهد کرد و چه شرایطی دارند اینها در روز قیامت؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. جناب استاد سلیمانی عزیز در برنامه‌های گذشته پیرامون اثبات قیامت و پیرامون که اینکه روز قیامت روزیه که لا ریب فی شک در آن روز نیست آیات اشاره شد و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان وضعیت کفار بیان میکنه که یوم یخرجون من الاجداث سراعا، آن روزی که شتابان از گورها حرکت میکنن و به طرف حشر روان میشن، که انهم الی نصب یوفضون. کفار فکر میکنن مثل که در دنیا عاشقانه شتابان به طرف بت‌های خود میدویدن، از گورها وقتی بیرون میشن چنین شتابان حرکت میکنن. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله، اینها به حالتی قرار دارن که چشمان اونها از وحشت قیامت به زیر افتاده، یعنی چنان وحشت دارن که نگاه کرده نمیتونن اطراف خود را، بلندسر خود را. بالاخره و وحشت قیامت اینها به یه حالت رسانده. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، و بعد میگن که این همان روزی است که وعده داده شده بود و برای ما گفته شده بود، و یا این که از جانب دیگری به اینها گفته میشه که این همان روزیه که شما او تکذیب میکردیم و الله سبحانه تعالی رو وعده کرده بود. بناهن وضعیت کفار الله سبحانه و تعالی با آیات زیادی بیان میکنه که کفار در آن روز به حالت قرار دارن که وقتی میخوان با الله سبحانه و تعالی حرف بزنن، وقتی میخوان تکلم بکنن، الله سبحانه و تعالی در روز خاری و ذلت اونها رو نشان میده که اجازه حرف زدن هم نمیده. الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمن آیه 108 میفرماید، سوره مؤمنون: قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، ساکت شوید امروز و امروز حرف نزنید. در دنیا خیلی حرف زدید، در دنیا خیلی کارها انجام دادید، در دنیا تلاش میکردید که حرف اول شما بزنید، حتی حرف زدن شما اینقدر پار به اصطلاح از گلیم خود دراز کرده بودید که به سرحدی رسیده بود که انا ربکم الاعلی هم سر دادید. بس دیگه امروز دیگه جای حرف زدن شما نیست. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگه میفرمایه که انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما را بیم میدیم از عذابی که نزدیک هست، یعنی قیامت دور نیست. هر انسانی که بمیره فقط مات قام قیامته گفته شده، یعنی اگر انسان بد اعمالی بود از این لحظه ای که بمیره سرنوشتش به بد و به سوء و به زشتی گرفتار میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، او روزی که نظاره میکنه شخص ما قدمت یدا، او چیزی که به دستان خود فرستاده، پیش فرستاده. وقتی پیش در دنیا انسان هر عملی که انجام میده که گفته شده دنیا مزرعه الاخره، کشتزاره، هر چیزی که پیش فرستاده با دستان خود، اگر شرک در دنیا ورزیده ثمره شرک در آخرت میبینه، اگر کفر ورزیده ثمره کفر، اگر اعمال زشت را انجام داده در قیامت میبینه. و وضعیت کفار الله سبحانه و تعالی در این آیه چنین بیان میکنه که در ادامه میفرماید در سوره نبأ آیه 40: و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا.
ای کاشک خاک می بودیم. مفسرین می فرمایند ارتباط به این لفظی که کفار اشاره میکنه، یعنی ای کاشک ما از مادر تولد نمی شدیم، ای کاش ما در دنیا نمی آمدیم که گرفتار چنین شرک و کفر نمی شدیم و امروز بی عذاب قرار نمی گرفتیم. بعضی دیگه از مفسرین می فرمایند که وقتی که اینها خداوند زنده میکنه و اینا حشر را که می بینن و اینجی میگن که ای کاش ما بالاخره چنان که خاک شده بودیم خاک می شدیم و دوباره به حشر بر نمی گشتیم. و توجیهات دیگه هم داره که هنگامی که الله سبحانه و تعالی بحث انتقام و قصاص میایه که حیوانات قصاص گرفته میشن و اونها را الله سبحانه و تعالی میگه شما خاک شیم، و حیوانات و بهائم وقتی که خاک میشن این صحنه که کفار میبینن که اینها خاک شدن رفتن، میگن کاش که ما هم از این انسانی که ما ندانستیم قدر انسانیتر و ما به سراغ سعادت و خوشبختی و فلاح و رستگاری نرفته بودیم، و الله سبحانه و تعالی میگه که بعضی انسان ها اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه از حیوان هم پستر میشن. اینجا میگن کاش که ما هم مثل که این حیوانات خاک شد ما هم خاک میشدیم. بنابراین این وضعیت کفاره که در او حالت قرار دارن. در آیه دیگه الله سبحانه و تعالی در سوره غافر آیه 52 وضعیت کفار رو بیان میکنه که در این آیه مبارکه گفته شده یوم لا ینفع الظالمین، نفع نمیرسونه روز برای ظالمین، یعنی برای کفار که چکار بکنن معذرت خواهی، اصلا معذرت از اونا پذیرفته نمیشه. و در کنار این که معذرت کفار پذیرفته نمیشه، وضعیت خطرناکی دارن، ولهم اللعن، به سربار این که معذرت پذیرفته نمیشه اینها از رحمت پروردگار هم دورن، مورد لعن و نفرین پروردگار قرار دارن. یعنی الله سبحانه و تعالی بر اینها خشم داره، غضب داره. و ادامه می فرمایه ولهم سوء الدار، و برای از اینها بدخانه آماده شده که سرانجام جهنم. بنابراین وضعیت کفار به طور خلاصه و فشرده در صحرای محشر وضعیتیه که وکان یوما علی الکافرین عسیرا، روز قیامت برای کفار روز سختیه، روز دشواریه، روزیه که هیچ حامی ندارن، هیچ پشتیبان ندارن و هیچ غمخوار ندارن و هیچ توشه‌ای و هیچ وسیله‌ای برای نجات خود آماده نکردن، چون به خاطر اینکه ارتباط با الله سبحانه و تعالی نداشتن و با الله ارتباط برقرار نکردن، و الله سبحانه و تعالی وقتی در صحرای محشر از اونها روی بگردانه که یقینا از شرک و از کفر، از انسانهای مشرک و انسانهای کفار در صحرای محشر الله سبحانه و تعالی روی میگردانه، بر اونها فقط به نگاه غضب داره نه به نگاه رحمت. بنابراین اینها وقتی الله سبحانه و تعالی از اونها متنفر باشه، چیز واضح و مسلمیه که دیگه هیچ کس نمیتونه در آنجا بیایه و دم بزنه نسبت به کفار و از اونها دفاع کنه. جناب مولانا، بعضی از انسان‌ها به هر حال کسانی که غیر مسلمان هستند، یعنی حالا چه مسیحیان چه یهودیان چه کسانی که به هر حال نه مسیحی هستند و نه یهودی هستند، شما اشاره فرمودید که در روز قیامت هیچ چیزی به کمک اونها نمیرسه. احیانا خیلی از اینها عبادت‌های انجام میدن در دنیا و حالا اعتقاد به حتی برخی از اونها اعتقاد به بهشت و جهنم هم دارن، به مانند یهودیان و مسیحیان، چطور که همونگونه که الله تعالی اشاره میکنه که اونها اعتقاد داشتن که لا يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا، و هیچ کسی به بهشت وارد نمیشه مگر اینکه مسیحی باشه و یهودی باشه. و این خوش اشاره به این داره که اینها اعتقاد داشتن به حساب کتاب و روز قیامت. حالا اینکه در عبادت ها دچار شرک و مشرک شدن اون بحث دیگری است. آیا این عبادت هایی که انجام دادن و یا احیانا حتی کارهای خیلی که انجام داده شده، کارهای خیری کردن، کارهای انسان دوستانه، هیچ کدوم از اینها به درد اونها نمیخوره در روز قیامت؟ بسیار سوال جالب. در دنیا میبینیم
گروه های زیادی که عبادت های شاقه را هم انجام میدن به خاطر خوشبختی خود، که از اون جمله مثل یهودیت و مسیحیت و که اینها ادیان آسمانی بوده. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان اشاره میکنه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی به نص سری قرآن بیان کرده که من شرکر نمی آمرزم، شرکر نمی بخشم. ان الشرک لظلم عظیم، شرک یک ظلم بزرگیه. اشخاصی که در دنیا مشرکینن و کفاری که اونها به شرک آلوده‌اند، یا عزیر ابن الله میگن یا مسیح ابن الله میگن، و حتی اشخاصی که دیگه بندگان خدا هم پایه خدا قرار میدن، صفات خدایی به اونها میدن. خب طبعا کسی که به خدا شریک قائل بشه کافر میشه، مشرک میشه. و این اعمالی که انجام میده اگر ما به طور خلاصه و فشرده کفار مثلا تقسیم کنیم به سه نوع، یک قسم از کفار کسانی هستند که معتقد به دین و مثلا آخرت و بهشت و معتقد به خدا و به اینها نیان، خالق و اینها نیان، آخرت باشه نیست. ولی در دنیا یک حس دارن، یک حس دارن که به اصطلاح امروزی حس بشردوستی دارن. در جای اگر مشکلات سر بشر می آیه، خب طبعا کمک میکنن، کمک های اونها میرسه به نام کمک های بشردوستانه، دست یک مظلوم رو میگیرن. در این قسمت در اقوال آمده که الله سبحانه و تعالی ضایع نیست، اینها خداوند جل جلاله در دنیا مزد و پاداش اینها میده. یعنی در دنیا داده میشه؟ در دنیا. به چه شکلی مثلا پرداخت؟ در دنیا وقتی که او به یک فقیر، به یک مسکین، به یک بشر، خلاصه به یک حیوان، به یکی از مخلوقهای خداوند او رحم میکنه، الله سبحانه و تعالی در دنیا او صحتمند نگه میداره، عوضی که او چون رحم کرده پاداش از او نسبت به فامیل از او، نسبت به اولاد از او صحتمندی و اینها می آید. دیگه در این قسمت مشکلات اقتصادی از او رفع میشه. مشکلاتی که داشته الله تعالی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات، یعنی در دنیا یک زمینه برای از این فراهم میشه که راحت زندگی کنه. این پاداش این انسان در دنیاه. با آخرت چیزی نمیمونه. با آخرت چیزی نیست. یک قسم کفاری که اونها در دنیا هم ترحم ندارن، فکر آخرت هم نیان، یعنی جز طغیان و سرکشی و اینها دیگه هیچ کاری ندارن. این انسان ها الله سبحانه و تعالی این کفار در قرآن عظیم الشان در سوره نور آیه 40 الله سبحانه و تعالی بیان میکنه: او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. اینها در قیامت به یک تاریکی هن. او تاریکی که در بحر باشه. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، بالای این تاریکی یک تاریکی دیگری از بالاخره از ظلمات بیایه. موج من فوقه موج، بعد از این بالای این تاریکی من فوقی سحاب، یک ابر بیایه. یعنی تاریکی بالای تاریکی، یعنی موج تاریک باشه، موج دیگری بیایه و بالای این موج ابر تاریک بیایه. ظلمات بعدها فوق بعد، تاریکی بر بعض دیگر پیچیده باشه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، اگر این داخل این تاریکی ها دست هم بیرون بکنه
هیچ کس نمیبینه، چون چندین تاکید شده تاریک بالی تاریکی، ظلمت بالی ظلمت، کسی به فریادش هم نمیرسه چون نمیبینه که کجا هست. ادامه میفرماید و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، به کسی که الله سبحانه و تعالی روشنایی نداده باشه فما له من نور، برای از او دیگه روشنایی نیه، چون روشنایی به طرف آخرت روشنایی دینه، روشنایی ایمانه، روشنایی اسلامه، قرآنه، یکتاپرستیه، توحیده. این انسان در ظلمت و تاریکی های خلاصه گوناگون حشر و قیامت قرار میگیره. اما قسم دیگری از کفار که در دنیا عبادت میکنن، خدا رو میشناسن، به فکر بهشت، به فکر نجات از صحرای محشر، نجات از قیامت، خیلی عبادت های شاقر، اما با شرک. عزیر ابن الله میگن، مسیح ابن الله میگن و اشخاص دیگری هم پای خدا قرار میدن. الله سبحانه و تعالی در آیه ما قبل این آیه که آیه 39 هست اعمال اونها رو هم بیان میکنه. این کفاری که صدقه میدن به خاطر نجات از آخرت، کفاری که عبادت میکنن به خاطر نجات، کفاری که بالاخره مثلا مشرکین صدر اسلام طواف میکردن، حج انجام میدادن، قربانی میکردن، خلاصه نظر داشتن، همه اینها گفته میشد لیقربونا، حتی بت سجده میکردن به خاطر چی؟ لیقربونا الی الله زلفا، تا اینکه به خدا نزدیک بشن. اعمال این انسان ها به خاطر که اینها مشرک و یا کافرن، اینها را الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. والذین کفروا، اونهایی که کافر شدن و از دنیا در حالت کفر رفتن، اینها چی وضعیتی دارن؟ اعمالهم، اعمال اونها کسراب بقیعتی یحسبه الظمآن ماء. اینها وقتی که در صحرای محشر حرکت میکنن، در مقابل چون تشنه‌اند آب میبینن، احساس میکنن که در مقابل اینا آبه، حرکت میکنن، یک مسیر راه میرن که اینا آب نبود و به اصطلاح سراب بود، یعنی به فکر اینا آب میرسید. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، میرسن به اون محلی که فکر میکنن آبه ولی آب نیه. این حالت خدای تبارک و تعالی برای از اینها نشان میده که عبادت شما، زحمات شما فقط یک نقش بوده، نه اصل. مثل از اینکه انسان یک شی رسامی بکنه، طرفش نگاه کنه، یک عکسه، یعنی اصل نداره، جایگاه نداره، چون عبادت به نزد الله سبحانه و تعالی که ارزش پیدا میکنه که اینکه در او اخلاص باشه، للهیت باشه و موافق به شرع باشه، موافق به سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. پس اگر به طور خلاصه که صحبت رو جمع بکنیم، انسانهایی که در دنیا مشرکن و انسانهایی که کافرن و اینها اعمال خیر به عشق نجات از جهنم و به عشق دخول در بهشت و به عشق نجات از صحرای محشر اینها عبادت میورزن، شرک یک چیزیه که تمام اعمال را حبطه میکنه، اعمال را از بین میبره، میسوزانه و در صحرای محشر جز سراب دیگه چیزی به سراغ اونها نیست. علتی که اونها را از بین میبره شرک بسیار پدیده خطرناکیه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی اشاره میکنه که شرک بخشیده نمیشه به هیچ عنوان و غیر از شرک الله سبحانه و تعالی میگه دیگه هر گناهی رو من بخواهم او من میبخشم و او یعنی راه جبران داره در صحرای محشر، غیر از شرک دیگه گناه. پس جناب استاد میتونیم برداشت بکنیم که هر گونه کار خیر و هر گونه عبادتی که در اون توحید الله تعالی نباشه و به این نیت نباشه که انسان با اون فقط الله تعالی رو راضی بکنه و الله تعالی رو کسب بکنه، همون جوری که خود الله تعالی فرموده،
خالی از هر گونه شرک و کفر، هیچ کدوم از این عبادت‌ها و هیچ کدوم از این کارهای خیر گرچه در ظاهرشون به هر حال کارهای پسندیده به نظر برسن، روز قیامت به درد ما نمیخورن و تنها چیزی که به درد ما میخوره همون توحید خالصه و عبادت‌هایی که بر مبنای توحید بنا شده. شما ببینید در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی نیت و عبادت ابوالانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام برای ما بیان میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام چی میگن؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. میگن همان نماز ما و همان یا روزه ما یا تمام عبادات ما و حیات و ممات ما لله رب العالمین، به خاطر الله که او پروردگار عالمیان، لا شریک له، او ذاتی که شریک نداره، مثل نداره و مانند نداره. و آیاتی که در عرصه احکام ببینیم بحث حج میآید و اتم الحج والعمرة لله، بحث للهیت میآید. اگر نماز، اگر روزه، اگر تمام احکام در قبولیت عبادات دو شرط گذاشته شده. یک شرط اینه که در از او اخلاص باشه. اخلاص چی؟ یعنی نیت پاک، خالی از همه، از ریا و از عجب و از سمعه و از اینها. دوم عبادت موافق به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، یعنی موافق به شریعت باشه. عبادت ما نمیتونیم، حالا یک شخص 100% نیت اخلاصه ولی رفته از پیش خود عبادت ساخته، ارزش نداره. الله سبحانه و تعالی تعیین کرده و جریان عبادت رو با ما گفته. نماز اینه، روزه اینه، حج اینه، زکات اینه. مثلا برای ما تعیین کرده الله سبحانه و تعالی یک روز مشخص به نام عرفه. تمام دنیا جمع بشه، نمیتونن که 5 روز قبل یا 5 روز بعد اعلان بکنن بگن خیر امسال 5 روز قبل عرفه باشه، 5 روز بعد عرفه باشه. و شبانه روز 5 وقت نماز فرض شده. ایر نمیتونن کسی بگن که فیصله فعلا اجماع دنیا شده به 24 ساعت 1 ساعت یا 1 وقت عبادت بس کفایت میکنه. رمضان این شکل در سال 1 مرتبه یا 1 ماه که است فرضه، ایر بگن که 30 روز نه 15 روز فعلا فیصله شده. الله سبحانه و تعالی عبادت رو بیان کرده که شما چگونه عبادت کنید، چگونه مراسم و مناسک رو انجام بدیم. بناءً و حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست که میفرمایند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کس در دین چیزی اضافه کنه، یعنی چی؟ یعنی در عرصه عبادات در دین چیزی اضافه کنه، او رد، او مردوده. و مسائل بدعت یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که نوپیدا، کسی بیاید در دین یک چیزی رو بسازه، در دین یک چیزی رو اضافه کنه، اینا همه رد. کل محدث بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. او کما قال هر چیز نوپیدا او بدعت، هر بدعت آخر گمراهی و هر گمراهی آخر او میکشانه به جهنم. پس در این قسمت تمام عباداتی که الله سبحانه و تعالی برای ما دستور داده و آنچه که الله از ما خواسته، ما باید به همون طریقه که از ما خواسته شده ما او برای الله سبحانه و تعالی تقدیم کنیم، با اخلاص، با نیت پاک و خالصانه و مخلصانه. خیلی ممنونم جناب مولانا. صحبت پایانی شما رو در این برنامه با بینندگان عزیز میشنویم و انشاءالله ادامه این موضوع در برنامه. در اخیر برای همه عزیزان حرف اینه که وضعیت کفار در محشر شما دانستیم که برای کفار گفته میشه اخسئوا ولا تکلمون، اخسئوا فیها، ساکت شوید. امروز روز حرف زدن نیست و سخن نگویید همراه من. حالا تو مسلمان هم نباید به مسلمانی خود مغرور بشی. نشه که خدای نخواسته لحظات غافل بشی و در اون لحظاتی که غافل بودی و در اون لحظه از دنیا بری. هیچ کس نمیدانه که از دنیا چگونه می رود. پس هر لحظه به یاد خدا باش، هر ساعت و ثانیه متوجه باش که از دنیا با توشه درست و صحیح، با اعمال درست و صحیح و با ایمان خالصانه و مخلصانه
به طرف محشر گام برداری. خدای تبارک و تعالی مار از زمره متقین بگرداند. آمین. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما خوبان و مهربانان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.